یکی از کتاب‌های بسیار مهم و مفید برای جوانان کتاب امرو خالد داستان‌های برای هدایت است. هدایت یعنی بسیار داستان‌های خوب نوشته کردن. خویشاوندان شوهر مرگ آوردن، همه قسم بازی عاقبت نیکو است، روزهایی که زندگیم را دگرگون کرد، خواست او را منحرف کند، ساره خواست او را منحرف کند، دوری از خداوند، خیانت، کتاب خدا مرا نجات داد، زن غافل، دختر بچه بهشت در مسیر نور. یعنی باز داستان‌های آوردن که چطور جوانا هدایت شدن، الله متعال آنها را هدایت کرده. یعنی بعضی وقت اگر انسان خسته میشه بعضی قصه های واقعی را میخواین بشنون و ببینن و میخواین زندگیتان مثبت تغییر بدین و میخواین که یک برگردین با الله سبحانه و تعالی و میخواین که از زندگی که پر از گناه و پر از ظلم و وحشت و دهشت است از او تیر شوین و برگردین به زندگی بسیار که روشنی و فکر کنین هدفتان میفهمین، یک زندگی که قلبتان آرام خواهد بود، زندگی که در آن عزت دنیا و آخرتتان است، میخواین او برگردین. این داستان ها انسان کوشش میکنه. بعضی انسان ها معتاد هستن، بعضی جوان ها مثلا مشکلات دارن، بعضی انسان ها نمیتونن از گناه دوری کنن، بعضی انسان ها هستن که مبتلای مشکلات دیگه هستن. چطور از او اینمی که داستان هاست که شما میتونین رو بخونین و بیاین و زندگیتان تغییر بدین و یک زندگی خوش را آغاز کنید، زندگی که معنویت دو باشه، زندگی که قلبا شما دو آرام باشید. از گناهی که در تاریکی هستین شما ببینین انسانایی که گناه میکنن، کتابای ابن قیم رحمه الله دیگه است که گناه چه آسیب داره سر قلب انسان، سر زندگی انسان. شما ببینین انسانایی که گناه میکنن تاریکی را بسیار دوست دارن، میخواین همیشه تنها باشن، میخواین همیشه در تاریکی زندگی کنن. یعنی هر جایی که میرن اگه سیگرت میکشن، اگه چرس میکشن، هر چیزی یک جای تاریک و تنها میشینن. اگه شما ببینین معتاد هستن زیر پل و یک جای تاریکی میرن میشینن، کارهای خود پیش میبرن، نمیفهم شیشه میزنن و چی میزنن. ولی این چیزایی است، این داستان ها است میتونه جوانا را بیدار بکنه، جوانا را به این فکر پردن که هدف زندگی ما چی است، ما به خاطر چی آمدیم، کجا میریم، چی میکنیم. پس این خوب است که این کتابا را شما بخرین. کتابی که داستان ها است امرو خالد، کتابای امرو خالد بسیار زیاد کتابای خوب داره که من ان شاء الله کوشش میکنم بعضی کتابایش که در فارسی ترجمه شده او را براتون معرفی کنم و شما بتونین از کتابخانه عامه شهر پرسان کنین و این کتابا را بخرین.